چطورین بچه‌ها؟ رسیدیم به آخرین مرحله اسکین تراپیمون. از پریپر شروع شد، یه جورایی با پی و ان میخواد تموم بشه. یعنی اگر شما یه دوره دیگه دکمه استپ رو بزنید 2 تا چراغ با هم روشن میشه، پی و ان. اگر که داریم یه اسکین تراپی کامل انجام بدیم، این مرحله نهاییمون هست. ما آلودگی های عمق پوست رو بیرون کشیدیم، آلودگی های دور چشم رو بیرون کشیدیم، مواد رو جذب دادیم، لیفت انجام دادیم. حالا میخوایم این موادی که جذب دادیم رو حفظ کنیم توی پوست، یکم بمونه اونجا برامون قشنگ، باعث روشن شدن، جوانسازی، درمان لک، کم کردن سبم، چربی، همه این کارهای خوب برامون انجام بدیم. یک پیشنهاد بسیار خوب این هستش که ما یک کرم پایانی تو این مد بزنیم روی سطح پوست و توی این مد نهایی روی پوست کار کنیم. چند تا نکته طلایی وجود داره. اولا ما چندین بار تا الان مواد زدیم روی پوست. ممکنه الان احساس کنید پوست حالت چسبندگی داره، مواد پیل میشه. اوسیکم به زیاد استفاده کردن از اسپری آب حتما هم به کلاینتتون بگید. این یه نکته طلایی. یعنی تو همین مد پایانی با اسپری آب فراوون روی صورت کار کنید، باعث میشه که همون مواد بهتر جذب بشه، به خورد پوست بره، چسبندگی و پیل شدن هم از بین بره. همچنین حالا شما دارید کرم پایانی میزنید، دوباره روی کرم پایانیتون که معمولا اگر پوست در واقع جوشزا نیست یا یک کرم پایانی نان کومدوژنیک دارید استفاده میکنید که فبه المراد، روش حتما باید اسپری آب بزنید که عملکرد دستگاه هم تنظیم باشه. روی کرم پایانی به مقدار زیاد و مرتب اسپری آب بزنید، حرکات دوباره حرکات دورانی و چرخشی به سمت بالا، دست آزاد با پوست در تماس، حواستون به LED سبز پشت دستگاه باشه، باید روشن باشه و کل صورت رو هم که دارید کار میکنید. اما یک نکته فقط میمونه که من خدمتتون بگم، گاهی ممکنه شما یک مراحل زیاد کار برای یک کلاینت دارید انجام میدید، فقط میخواید یک مثلا در حد 10 دقیقه 8 دقیقه با اسکین پلاس براش کار کنید. در این صورت اگر بار اولی که دارید با اسکین پلاس براش کار میکنید، حتما گفتم براتون باید از مد سی استفاده بشه. اول مد سی، بعد این مد ترکیبی رو استفاده کنید. اگر بار اول نیست و مثلا هفته گذشته یا 2 هفته پیش با مد سی براش کار کردید و آلودگی های عمق پوست رو بیرون کشیدید و خیالمون راحته که یه وقت آلودگی ها رو بیشتر جذب نمیدیم، این 10 دقیقه رو میتونید لیفت انجام بدید و این مد ترکیبی پایانی. و طبیعتاً وقتی که فقط 2 تا مد دارید کار میکنید، به جای کرم پایانی بیایید اون سرم مورد نیاز پوست رو در این مد جذب بدید و اون کرم پایانی رو مثلا با دست ماساژ بدید یا با دست بزنید روی صورت. ولی حتما میدونید که توصیه ما این هستش که یک اسکین تراپی کامل برای کلاینتاتون انجام بدید تا بتونید بهترین جواب رو بدید. همین الان این کلاینت قشنگ ما توی پوستش هم احساس سفتی میکنه، هم احساس لیفت شدگی و کشش داره و همین که یه حال بسیار خوبی پیدا کرده از کاری که با اسکین پلاس براش انجام شده. این هم از یک اسکین تراپی کامل که امیدواریم این آموزش براتون مفید باشه و بهترین نتایج رو با دستگاهتون بتونید به دست بیارید. چطور بود هانیه جون؟ خیلی حس خوبی بود، فوق‌العاده بود. دستتون در نکنه. مبارکتون. مبارک باشه.